سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. خب تو این ویدیو قراره که با هم صحبت کنیم ببینیم چجوری به پروفیت 2 میلیون برسیم. برای رسیدن به این پروفیت 2 میلیون راه بسیار سخت و همینجوری سخت نیست. من این اکانتی که میبینید تقریبا فکر کنم 1 ماهه. همینجوری الکی زدم، این چرا گرفت اینو؟ چقدر عجیب. 1 ماه اینو من ساختم این اکانتو و میبینید که به کجا رسوندمش. خیلی از دوستان مثلا 100 ساله دارن بازی میکنن، حتی به اینجام نرسیدن. زیادم کاری نداره، خیلی آسونه. مثلا بذار بریم تو قسمت ماین. ببین بیشتر باید با ماین بیاریدش بالا. مثلا میتونید راهکارهای دیگه هست، مثلا مثل این که کد 1 میلیونیا رو بزنید. نمیدونم چی، وقتی شما پروفیت رو بیارید 2 میلیون دیگه نه کد 1 میلیونی میخواد بزنید، نه بیاد اینجوری کلیک کنید. انا نگاه کنید مثلا با چیز منو اصلا لول 6 به بالا نبردمش، انرژی لیمیت هم لول 3، یعنی کمترین حالتی که میتونید پیدا کنید. خب برای اینکه پروفیت رو برسونید به 2 میلیون نیاز دارید که اول کارید باید این 5 میلیونیا رو بگیرید. 5 میلیونیا مثل چیه؟ این ستا، نه ببخشید این ستایی که این بالا. برای اینکه اینا رو بگیرید باید حالا من نمیدونم براتون بذارم، خودتون دارید. یه سری کانال ها هستن، یه سری گروه ها هستن که اینا رو میذارن. حالا نمیدونم شما دارید ندارید، براتون بذارم نذارم چیکار کنم. اینا رو اگه باز خواستید براتون بذارم میتونم تو قسمت کامنتی پست یا توی ویدیوی بعدی معرفی کنم. حالا بس تو کامنت ها بهم بگید دیگه، من نمیدونم اینا باید چیکار کنم. یه سری کدا هستن که مثلا روزانه 1 میلیون بهت میدن. من اینا رو زیاد نمیزنم ولی به خاطر شما گفتم شاید چون اول کارید به دردتون بخوره. مثلا پروفیتم 2 میلیونه، من نیم ساعت نباشم اون 1 میلیون رو بهم داده، واسه چی برم یه صد کانالا رو چک کنم که نمیدونم این گذاشته نذاشته، بعد بیام دونه دونه بزنم. مثلا یه کدایی که من دارم اینه. این کد مال امروز بوده، امروز که 17 تیره. این کد امروزه. ولی من نمیدونم چرا 2 تا نقطه زدم این اچ رو بهم داد. بذار یه دور تست کنم دوباره 2 تا نقطه بزنم. باورتون میشه نمیدونم از کجا باید رفت اون قسمت، اینقدر که من بازی نکردم. رو کجا دیلی اینو میزنی یا نکن 2 تا بزنی؟ اچ رو نداد. چجوری اون دفعه داد؟ 4 تا نقطه. خب اچ نقطه خط. اینا رو که وقتی شما بزنید نقطه 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 خط. حالا اون صفحه اول رو میتونید بزنید عقب اسکرین شات بگیرید تا این کد رو قشنگ داشته باشید، هر موقع خواستید بزنید. این 1 میلیون زیاد برای من کاری نمیکنه. من فکر کنم تو این اکانتم اولین 1 میلیونی که دارم میگیرم، یا اولی یا دومی نمیدونم، زیاد به کارم نمیاد. برای اینکه چجوری شما پروفیت به 2 میلیون برسونید. نکن یه سری کارت هستن مثل اینا. من کارت ها رو قیمت بندی کردم تو ذهنم. مثلا چجوری بهتون میگم، مثلا این گفته 9 کی پروفیت اضافه میکنم بهت، 9 کی پروفیت بهت اضافه میکنم، ولی شما باید 7 میلیون سکه بدی. ببین این برای منی که رسیدم رو 2 میلیون نمیصرفه. خب دیگه خودم مثلا من تا خیلی آوردمش بالا، تا آمازون آوردمش بالا این اکانتو، بخوام ببرم بالاتر آره این میصرفه. ولی مثلا میشینم یه سری کارتایی که تازه میان و مثلا میگم مثلا این نوشتن از 13 کی، من این 13 کی چجوری حساب میکنم؟ میگم 13 کی رو نصفش کن میشه چقدر؟ میشه تقریبا 6 و نیم 7. بعد این اگه 6 و نیم 7 میلیون بود ارزش داشت ارتقا بدن. اگه میخواید به 2 میلیون برسید، اگه میخواید به 1 میلیون برسید باید بازم نصف تر کنید، یعنی کمتر براش ارزش بذارید. الان همه اومدیم که اینجا 2 میلیون برسیم دیگه، پس باید همه کارت ها رو بشینید دونه دونه نگاه کنید که مثلا بریم تو اسپیشالا خیلی به کار میاد. مثلا اینا رو حتما بگیرید. اینا که میان بعد از مثلا نوشته بعد از 17 ساعت مثلا از بین میره. خب ولی از بین نمیره. نگاه کنید این پایین هست. من تازه فهمیدم این کارت رو شما هر چقدر ارتقا بدید این پروفیتش رو بهت میده، هر روز بهت میده این 60 کیو. ولی کارت غیر فعال شده دیگه نمیتونی ارتقاش بدی. فهمیدی؟ منظورش فقط ارتقا دادن است که دیگه نمیتونی ارتقاش بدی. و اینا اون 60 کیو داره بهت هر روز میده. من دیدم مثلا پروفیتم کم نشد. فکر می‌کردم مثلا وقتی کارت غیر فعال شه دیگه نتونی ارتقاش بدی، دیگه پروفیتش هم مثلا 60 کی رسیده اونم بهت نمیده. مثلا تو همون ثانیه‌ای که فعاله فقط بهت میده. پس اینو خیلی بیارید بالا. بعد مثلا این من الان برام باز اینم نمیصرفه.
ولی اگه بخوام مثلا ببرمش رو 2.5 میلیون اینو باید ارتقا بدم. چرا؟ چون 6 کی میگیره، تقریبا نصفش بگونیم میشه 3 کی یا خورده ای. حالا 4 کی میگیم اوکیه. فهمیدی؟ یه سری کارت هستن مثلا چی بگم، مثل این. آره مثلا اینا کنی 5 کی پروفیت میده ولی 6 میلیون میخواد، یعنی از نصف هم بیشتر، اصلا نصف نشده، از خود اون عددم بیشتره. مثلا اینا رو تو اولویت نمیذارم من. الان اولویتم همون کارتیه که بهتون گفتم که مثلا نصفش کنی اون عددی که نوشته رو، تقریبا اون میشه ارزش داره برای ارتقا دادن. اینجا یه سری کارت ها هستن نمیدونم دونه دونه بخواید بشینید ببینید اصلا به دردتون نمیخوره. این کارت چیه؟ اینو من نداشتم. خب آره دونه دونه بخواید ببینید ارزش نداره براتون. پس چیکار کنید؟ همون که بهتون گفتم اون قیمتی که نمیشه مثلا نکنید اینا واقعا هیچ ارزشی ندارن. نکنید لول تا 15 آوردم ولی کل پروفیتی که داره به من میده 251. خب شما همه رو تا لول 10 ببرید. زدم ضبط و استاپ کردم. شما همه رو باید تا لول 10 ببرید. خب لول 10 وقتی رسوندید چی میشه؟ مثلا نکنید این لول 14 15 14 همه بالای 10. خب لول 10 بالا بردین، حالا تازه ببینید کارتا چقدر پروفیت دارن بهتون میدن. مثلا نکنید لول 13 این داره 100 کی میده ولی لول 14 اینو نگاه کن 56 کی داره میده. پس چقدر صرف ما اینه. این کارت خیلی خوبه، اینو حتما ارتقاش بدید. مثلا یه سری کارت دیگه هستن مثل این عشق من فیلیپین، مثلا نکن لول 13 130 کی داره میده ولی برای ارتقاش 23 میلیون میخواد و این حالا نمیصرفه. این دیگه تازه آوردمش بالا به اندازه‌ای که باید میشد رسوندمش. اگه بخوام مثلا ببرمش تا 2 میلیون و مثلا 500 اون کارت ارزش داره. مثلا چه کارتی؟ مثل این اندونزیا مثلا نوشته 12 کی بهت پروفیت میدم ولی 15 میلیون 16 میلیونه نمیصرفه، ولی 16 میلیون باید بدی. خب حالا یه خورده از اون عددی که نوشته مثلا نوشته 12 کی یه خورده از اون بالاتره، پس حالا شاید مثلا اینو بدم. مثلا اگه گزینه دیگه نداشته باشیم اینو احتمالا میدم. پس برای اینکه بخواید پروفیتتون رو برسونید به 2 میلیون باید این کارا رو انجام بدید، اینا رو بیارید بالا. بعد دیگه اصلا براتون مهم نیست دیگه، اصلا کلیک بکنم نکنید. مثلا نوشته 5 و 500 انرژی دارم، 5 و 500 تا بهم میخواد بده. حالا شما مثلا میگم خیلی تریکونده باشه دیگه 10 کی اینتون باشه، انرژیتون باشه. مثلا 10 کی ببینیم تو چند ثانیه در میاره. مثلا نکنید این سکایی که داره میده رو میخوام بشمارم ببینیم تو چقدر در میاره. نکنید 1 کی 2 کی 3 کی 4 کی 5 کی 5 کی هم در اومد. یعنی اگه من اینجوری میشستم دونه دونه میخواستم کلیک کنم اما کلیک کن هنگ اینجوری بخوام کلیک کنم ناکن این 5 کی ببین اون الان 5 کی در آورده بود. اما ناکن من کلیک میکنم از اون موقعیم که بهتون گفتم این 5 کی این تا الان فکر کنم 20 کی در آورده باشه راحت. یعنی میگم دیگه کلیک کردن اصلا براتون دیگه مهم نیست، اصلا نمیاد کلیک کنید. این دیلی نمیدونم چیه، دیلی چیپره چیه، اصلا این کد مورس و اینا رو ول کن. کد مورس چیه؟ بعضی وقتا دیلی ریواردر به کار میاد. مثلا نکن امروز 5 میلیون گرفتم، این مثلا به کار میاد. حالا مثلا میگیم 5 میلیونه باز به چه درد میخوره؟ تو که داری توی 3 ساعت آنلاین نباشی هم 6 میلیون به میده. مثلا میگیم 5 میلیونه به چه درد میخوره؟ بیشتر برای ارتقای کارتاست. مثلا این کارته برای من تقریبا فکر کنم 6 7 میلیون میخواست که ارتقا بدم. بذار یه دقیقه ببینم کارت رو، یادم نیست. تقریبا میگی 5 میلیون میخواست ارتقا بدم. 5 میلیون اینو پولش در آورد. من چیزی که بهم اضافه شد چیه؟ این پروفیته. پروفیتم بیشتر شد با همون 5 میلیون. یعنی 0 شد برای من ولی 3 کی اومد رو پروفیتم. این کارت هم مدت خیلی ارزش داشت. اون اوایل اگه اوایل هستید حتما این کارت رو ارتقا بدید، اینو خیلی ارزش داره. و اینم خیلی ارزش داشت اون اوایل ولی الان چون آوردیمش بالا دیگه ارزش ندارد. خب برس که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. اگه اینجور ویدیو بازم دوست داشتید حتما تو کامنت ها بهم بگید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.